الان آقایون صفوی هم محور تمام شهر بنده عرض کردم. جناب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان معترض و به عنوان اولین اعتراض کننده و به عنوان یک شخصیت مطرح در ایران و در جهان، بنده خطاب بهشون میگم شما دیدید حج رفتید اصلا که ببینید حج چیه؟ جناب آقای خامنه‌ای شما رفتید حج؟ شما میدونید مکه کجاست؟ جناب آیت الله خامنه‌ای شما میدونید کعبه کجاست؟ شما کعبه رو دیدید اصلا؟ مسجد الحرام را به چشم خود دیدید؟ منی و عرفات را دیدید؟ میدونید منی یعنی چی؟ میدونید جمرات یعنی چی؟ میدونید شیطان بزرگ و کوچک یعنی چی؟ میدونید مزدلفه کجاست؟ خبر از این چیزا ندارید، چون خود نرفتید و ندیدید و اعتقاد ندارید به همچون چیزی. ساکت بشید، لااقل سنگین تره برای شما. جواب منو بدید، یه نفر جواب منو بده. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مکه رو دیده تا به حال؟ مکه رفته؟ حج رفته؟ حج انجام داده که اعتراض کنه؟ اصلا دیده منا و مشاعر یعنی چی؟ میدونه؟ سالها بعثه مقام معظم رهبری، خود رهبر ندیده، اینجا نیومده آقا، نمیدونه حج یعنی چی، نمیدونه مکه کجاست، کعبه رو به چشم ندیده، ولی ادعا ماشاءالله هر چی بخوایی.